با 10 نامرد هرگز ازدواج نکنین. برای خواهران اینا میگم، اول اینکه با مردی که از الله سبحانه و تعالی ترس نداشته باشه، یعنی در قلبش تقوا نباشه. یک کسی پیش حضرت علی رضی الله عنه آمد گفت ما دخترای خود را با چه اشخاصی بدهیم؟ حضرت علی رضی الله عنه گفت با کسی بدهیم که تقوا داشته باشه، از الله سبحانه و تعالی بترسه. یعنی اگر اونها را دوست داشته باشن با او محبت میکنه، اگر دوست نداشته باشه حتی اقل بالای ظلم نمیکنه. پس به این لحاظ دختران و خواهرانی که پیام را میشنون وقتی ازدواج میکنن با مردی ازدواج بکنن که با تقوا باشن، از الله سبحانه و تعالی ترس داشته باشن تا زندگی خوش داشته باشن. دومین، مردی که افشاگر هست، سری که میان زن و شوهر هست، رازی که میان زن و شوهر میباشه او را افشا میکنه. بعضی شوهرها همین قسم هست، بسیار بی‌وجدان هستن، یعنی بعضی اوقات سخن‌ها و اعمال و حرکاتی که میان زن و شوهر یعنی به وجود میاد، بعضی سخن‌هایی هست که نباید گفته شوهر برای مردم میگوین. پس به این لحاظ خواهران متوجه از این نکته باشن. سومین نکته، بخیل. برای مرد بخیل با مرد بخیل کسی نباید ازدواج بکنه، چون زندگی خوب تیر نمیشه و بدترین عملی که در روز قیامت انسان با او روبرو میشه بخل هست. چهارمین، با مرد کذاب. زندگی کردن با مرد کذاب خیلی سخت هست، یعنی دروغگوی هست، زندگی با او پیش نمیره و تو هم دروغ میگه، به خودم دروغ میگه، خود را هم فریب میده. فویل للمکذبین. الله سبحانه و تعالی میفرماید وای برای کسایی که دروغگوی هست، یعنی دروغگویی بدترین گناه هست و نباید یک دختر با دروغگو ازدواج بکنه. پنجمین، با شخص متکبر. با شخص متکبر زندگی کردن خیلی سخت هست و دختر این باید متوجه باشه که با مرد متکبر ازدواج نکنه. یعنی شاید درش روی تو لیاقت من نداری، تو چی هستی که با من ازدواج کردی؟ شاید یعنی زندگی را با دختر خیلی خراب بسازه. و شخص متکبر محبت با دختر با همسر خود کردن نمیتونه، یعنی متکبر هست، خود را عالی میگیره، بزرگ میشوره، اما زندگی با دختر با زندگی متناسب با تعادل زندگی نرمال پیش نمیره با کسی که با مردی که متکبر باشه. و همچنان ششمین عمل فساد هست، یعنی مردی که فاسد باشه، مصلح نباشه، خودش هم صالح نباشه، فقط پشت فساد باشه، فساد طلب باشه، فقط جز ضررش بر جامعه، هیچ چیزش بر جامعه نرسه. پس به این لحاظ با این مردا خواهران باید متوجه باشه. و همچنان هفتمین توان مسکن، نفقه و مهر رو نداشته باشه. با مردی که نفقه زن را دادن نتوانه دادن، با مردی که برای همسر خود خانه گرفته نتوانه، این از ضروریات از حق زن برای شوهر هست. وقتی این را ادا کردن نتوانه پس هیچ لازم نیست و هیچ ضرور نیست که یک همسر خواهر با همچون مرد ازدواج بکنه. و این خیلی مهم هست اگر خواهران میخواهند که زندگی خوب داشته باشن. هشتمین عمل، معتاد به مواد مخدر. امروز علما این بیان میکنه که در جامعه امروزی ما جوانان خیلی زیاد معتاد هستن با مواد مخدر. حتی اگر پدری که واقعا دختر خود را دوست داشته باشه، با جوانی که حتی نسوار استفاده میکنه دختر خود را باید ندهه، چون نسوار اولین قدمی برای مواد مخدر هست، بعد از سیگارت هست، بعد از چرس هست. یعنی اون کسایی که امروز پودری شده، امروز عقل خود را از دست دادن، شراب می نوشن، اونها اول از شراب شروع نکردن، اول از چرس شروع نکردن، بلکه اونها اول از چیزهای ابتدایی آغاز کردن که نسوار سیگارت بوده. پس به این لحاظ خواهران متوجه ازی باشن اگر میخواهند زندگی خوب داشته باشن. نهمین عمل، روابط نامشروع با دیگران. یعنی بعضی اشخاص هست که در حالی که خودش هم همسر داره لیکن روابط نامشروع با دیگر خواهران داره و این خیلی خطرناک هست. یعنی روابط نامشروع با دیگران داره، یعنی هیچ وقت از زن خودش از حلال سیر نمیشه. بعضی مردها هم قسم عادت داره و خواهران باید متوجه باشن. بعضی علما میگوید بله شوهر وقتی همسر میگیره میتونه یک همسر دیگه بگیره، میتونه طلاق بده و این دختری بیچاره وقتی در عقد یک مرد بیاید پس به این لحاظ طلاق دادن هم نمیتونه و البته حق دیگر شوهر هم نداره تا اینکه فقط خلع شود در مقابل یک بدیلی. پس به این لحاظ به خاطر از این میگه علما خیلی باید محتاط باشن. شماره دهم، با مرد بیکار باید ازدواج نشود. یعنی استثناء از کسایی که موقتا بیکار میشه. بعضی کسایی است که دستش با کار بخینه میچسبه. یعنی پدرها و خواهران بسیار کوشش میکنن با کسی ازدواج بکنه که صاحب کسب باشه، حیات باشه، نجار باشه، حتی آهنگر باشه، کوبیکش باشه، مقصد کسب داشته باشه، یعنی کارگر باشه، یعنی زحمتکش باشه. با کسایی که مفتخر هستن دستشون به کار نمیچسبه با اونها دخترای خود را ندهیم. این علما میگوید یعنی وقتی میخواه یک پدر و یک خواهر میخواد زندگی خوب داشته باشه با مرد ازدواج بکنه که صاحب کسب باشه.
از دست خود روزی بخوره. یعنی در آینده نشوه که این مرد به دزدی دست بکشه، بالاخره به کارهای بد، به مالهای حرام دست بکشه، مال حرام به دست بیاوره. پس به این لحاظ صاحب کسب باشه. این علما بیان کردن. این 10 شماره که برای شما بیان کردم خیلی مهم هست و این خواهران باید متوجه باشه.